شرکت خصوصی نظامی واگنر دوباره با دعوت زرخریدان شروع کرده است. اکنون به ایوگنی پریگوژین انیخترش شرکت زیر رهبری پسر پریگوژین فعال می شود. اما آیا پاول پریگوژین 25 ساله می تواند از عهده اداره یک ارتش خصوصی برآید و جای پدر را بگیرد؟ پسر او رهبر میماند، اما فرمانده کسی دیگر است. پریگوژین هیچ وقت سرفرمانده نبود. پریگوژین چهره رسانه‌ای و رهبر شرکت بود، ولی تمام کار گروهی را دیویاتی یا دیمیتری اوتکین به دوش گرفته بود. حالا آنتون الیزاروف این وظیفه را دارد. تمام پهلوهای اقتصادی و مسائل دیگر به دوش پاول است. اینجا پاول پریگوژین همراه با همسر و دوستانش بعد شرکت در گویا عملیاتی نظامی روسیه در اوکراین استراحت دارد. در این نوار سرود میخواند و وقت خوشی میکند. پریگوژین خردی واقعا جنگیده میتواند. در هر صورت وی در میدانهای جنگ بوده است. او اینجا در لباس نظامی در شهر کادیفکای ولایتی لوهانسک است. بعد رفتنش این مکان به این حال رسانیده شد. وای البته شخصی کمبغل نیست. من حتی فکر میکنم ثروتمند است، اما اولیگارخ نیست. ولی ذخیره و تجربهش کجاست؟ بجز از نامش که حالا بیشتر یک خصوصیت منفی دارد، نه مثبت، وای باز چی دارد؟ پاول پریگوژین به بحث شخصی ثروتمند است. مالکیت را هم هنوز از خردی به همراه دارد. او مؤسسی چندین شرکت در سنت پترزبورگ است و احتمال از پدر هم میراثی خوب گرفته است. ثروتش به میلیاردها روبل برابر است. در این باره چندین تحقیقات هم نشر شده بود. اما با باور تحلیلگران با این همه در گمان است که او یک ذره از امکانیت‌های پدر و رابطه‌های او با منصبداران اولی کشور را داشته باشد. شرکت واگنر یک ارتش خصوصی بود که از سوی فردی دارای امتیاز و امکانیت‌های بزرگ و رابطه‌های زیج با شخصان اول کشور تأسیس یافت. محض پریگوژین صاحب قراردادهای دولتی با پول کلان بود. او شخصاً با پوتین آشنایی داشت. پریگوژین می توانست با منصبداران بلندپایه حکومت برابر و جای هم حتی سخت‌تر صحبت کند. درباره رابطه‌های پریگوژین خردی با منصبداران حکومتی معلوماتی نیست. به نظر کارشناسان تأسیس یک ارتش از نو تنها بر پایه نام پدر برای وی آسان نخواهد بود. درباره آنتون الیزاروف فرمانده نوی شرکت هم نظرها یکسان نیست. به گفته برخی از نماینده های واگنر و یک فرمانده تجربه دار و صاحب نفوذ بین زرخریدان است، اما قابلیت رهبری ارتش را ندارد. در ضمن در مکتوب‌های داخلی شرکت نوشته شده است که واگنر یک بخش ارتشی روسیه خواهد شد. یعنی عملاً این علاقه شرکت خصوصی نظامی نیست، ولی مسئولینش وعده می‌دهند که در کار و شرایط زرخریدان تغییراتی نخواهد شد. تنها شرکت با ارتش روسیه شرطنامه می‌بندند. اعضایان و زرخریدانش نه. ما با ارتش روسیه بر عوض مبلغ و سپارش‌های معین قرارداد خواهیم داشت. با تاکید آنها قرارداد شرکت با زرخریدان مثل پیش میماند. اعضای آن 6 ماه خدمت را در منطقه شمال و غرب و 9 ماه را در افریقا، سوریه و لیبیا میگذرانند. بعد مرگ ایوگنی پریگوژین زرخریدان شرکت واگنر به هر طرف پراکنده شدند. حالا جنگیان سابق واگنر به چند راه رفتند. برخی در شرکت ریدوتی زیر رهبری تروشف خدمت میکنند و برخی هم به ارتش روسیه تحت رهبری پریگوژین خردی رفت. کسی هم به وزارت مدافع زیر رهبری یونوس بیگ وارد شد. تقریباً 20-30 هزار زرخرید بود که باید به جای جلب کرده می شدند. به هر سبد پرتافته شدند تا پره به قول زیر خاک نشوند. شرکت واگنر زیر رهبری ایوگنی پریگوژین بنا به ارزیابی‌ها قریب تا 70,000 محبوس را به صف خود جلب کرده با وعده آزادی به جنگ علیه اوکراین سفربر کرده بود. 10 نفر آنها از جمله تاجیکان کشته شدند.